کمیته رشد محلی تاجیکستان خواستار انتخابی بودن وظیفه رئیسان جماعت‌ها در کشور شده است. قاسمی راهبر رئیس کمیته رشد محل روز سه‌شنبه 10 ژانویه در جریان نخستین نشست خبری این نهاد در شهر دوشنبه گفت برای اجرای هدفهای این کمیته و حل مسائل شهرک و دهات تاجیکستان وظیفه رئیس جماعت‌ها در کشور باید انتخاباتی باشد. خوب بشه به طور اقلا در مورد اول قدم به قدم به شرط آلترناتیوی مونم که من دو سه نفر مردم من فکر کنم که ما فرقش نه هستش ایناش این کامپوزیشن ایناش ما شما مسئول اگر این بدوشی مردم قسم مونه مسئولیت مردم اسم میکنند گفتیم کارشناسان پیشنهاد رهبریت کمیته رشد محل را نشانه آغاز مرحله نوی مردم سالاری در تاجیکستان می‌دانند، اما از پیامدهای آن هم اظهار نگرانی می‌کنند. کمبودش همین است که این انتخابات ها را کمیسیون مرکزی انتخابات رایپورسی نیو یعنی مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه شهرها می‌گذراند. اگر ما در آینده توانیم که این وکالت تشکیل و برگزاری انتخابات محل را از عهده از وکالات مقامات محلی حکومت دولتی شهرنامه گرفته و کمیسیون مرکزی انتخابات رایپورسی گذارانیم خیلی خوب میشد. برای آنکه برای رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات رایپورسی که در همه در حدود تاجیکستان یعنی حدود کشور فعالیت میکنند و آن کس شرط نیست که آدمای مثلا با آن کس معقول شده چیکار بیان با اینجا بیایند. رسانه‌های تاجیکستان پیوسته از فسادکاری در فعالیت رئیسان جماعت‌ها در کشور گزارش پخش می‌کنند. هرچند آمار دقیق در این رابطه هنوز پخش نشده است، اما گفته می‌شود که رئیسان جماعت‌ها معمولاً ضمن اختصاص قطعه‌های زمین برای ساختمان منزل به فسادکاری راه می‌دهند. جماعت یک شاخه حکومت محلی در محل‌ها بوده، هدف اصلیش انجام دادن کارهای مأموری ساکنان در سطح محل‌ها میباشد.